از نجواهای تاریخی شنیده شده که در ایام قبل جنگ تراوا دختری زندگی میکرد به نام کاساندرا، زیبا، بی‌نظیر. طبعاً عاشقان زیادی هم داشت. یکی از اونها آپولون بود. آپولون به کاساندرا قدرت پیشگویی داد، اما چون دختر عشقی به اون نداشت مورد غضب آپولون قرار گرفت و مورد نفرین اون واقع شد. نفرین این بود: کسی حرف تو را باور نکند. و چنین شد که با وجود پیشگویی های کاساندرا، تراوا یا تروی سقوط کرد و کاساندرا در مقابل پالادیوم، یه تصویر آتنا، مورد تجاوز آیاس قرار گرفت. جهان امروز پر از کاساندراهایی است که پیشگویی و در ساحت علم پیش بینی می‌کنند. مهندسی ژنتیک، رباتیک، سایبورگ و هزاران موضوع دیگر می‌تواند همان اسب تروی باشد. ولی آیا گوش شنوایی بر آن وجود خواهد داشت؟ به قسمت 4 جهانشناسی خوش آمدید. در خدمت 2 استاد بزرگوار، یعنی استاد پروفسور داریوش دانشور فرهود، پدر علم ژنتیک ایران، انسانشناس، روانشناس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران هستیم و دکتر علی شهیدی زندی، پزشک، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه‌های پزشکی اجتماعی و نوروساینس. بزرگواران، به برنامه خوش آمدید. به عنوان سوال اول جناب پروفسور، مثلا کلماتی مثل باور، ترس، خواست و یا حتی درد، اینها رو در نظر بگیریم، در زندگی روزمره و همینطور در علومی مثل روانشناسی ما از این واژگان به کارگیری میکنیم برای اینکه بتونیم رفتار متفاوت افراد رو هم پیش بینی کنیم هم تبیین کنیم. یا کلماتی مثلا مثل کوارک، ژن، الکترون، اینها برای پیش بینی و تبیین به کار میرن. حالا با این وصف واژه ژنتیک چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده؟ چه در پیش بینی چه در تبیین؟ به زبان ساده تر میخوام که برای طیف گسترده تر برنامه که طیف مخاطب عام هستند و شاید با این رشته آشنایی چندانی نداشته باشن، کارویژه های تاریخی علم ژنتیک رو بفرمایید و اینکه به کدوم سمت و سو داره حرکت میکنه. به نام خداوند بخشنده مهربان. ضمناً قبل از شروع عرضم بگم من روی این کلمه بخشنده مهربان که از صفات عالی باری تعالی است بسیار تکیه دارم و سخن فراوان دارم. اگر قرار میشد شعار تمام جهانیان فقط همین بود، بخشندگی و مهربانی، این همه جنگ و ستیز و خونریزی و کشتار به وجود نمی آمد. بگذاریم من سخنم رو به این طریق آغاز میکنم. نمیخوام بگم که شاید حتما درست باشه، ولی حالا شاید هم تعصب ایرانی من داره حکم میکنه. من فکر میکنم که منشأ کلمه ژن به گونه‌ای از ایران برخاسته. برای اینکه من در لغت‌ها نگاه میکردم، در کردی به زن ژن میگن و در تالشی باز همینطور ژن میگن. یعنی یه گونه‌ای، برای که ژن هم مادر بوده دیگه، در واقع مادر توارث این چیز هست. اینو به عنوان اصل نمیگم، ولی یه تصوری است از من، انشاءالله درستم باشه، ولی خب ما هم این کلمه رو داریم در زبان. ببینید در ژنتیک ما اینی میخوایم بگیم که همه چیز ارثیه. هر رفتاری، حتی صدای افراد ارثیه، حرکت دادن دستا ارثیه. تا مدت ها پیش من یادم میاد در تحصیلاتی که من در آلمان داشتم، مثلا در حالا حدود 68-9 سال پیش بود که رفتم با آلمان، اونجا روانشناسا سخت معتقد بودن هیچ چیزی ژنتیکی نیست، همه چیز فرا گرفته شده است و تربیتیه، در حالی که اینطور نیست. حتی ما جدالی میکردیم، بنده اون زمان هم همین جدال میکردم، گفتم که ما اگر قرار بود همه چیز فرا گرفته شده باشه، خب مثلا میگفتیم که این جانورا از کجا میخوان یک کارهای عجیب غریب خودشون رو یاد گرفته باشن؟ مثلا فرض کن که
چه میدونم یه فیل چه رفتاری با بچهش میکنه، یا مثلا باید بچه یه رفتار مهربانی یا فریاد زدن یا کار خاصی با چی بخوره چی نخوره از کی یاد بگیره؟ گفتم خب از خانواده خودش، از پدرش مادرش. من مثال میزدم اون زمان، گفتم پس این جوجه های ماشینی این از کی میخواد یاد بگیره؟ چه دانه‌ای بخوره چه دانه‌ای نخوره، اون دانه نیست، اون ریگ سنگه. و چطور خودشو مثلا دست و پاش دراز کنه؟ پس اینطور نیست که یاد بگیره. اون که پدر و مادر و خاله عمه نداشته، یه جوجه ماشینی. یا مثلا فرض کن یه گاوی چیزی که بچه‌ای که متولد میشه جداش میکنن. اینها غریزیه. غریزی چیه؟ غریزی تمام ژنه. حالا مقداری اون چیزاست که از پدر مادر گرفته و حالا در بحث مفصلی به نام اپیژنتیک صحبت خواهیم کرد، مقداری فرا گرفته شده ها در عرض زمان وارد اطلاعات ژنتیکی شده. ما اگر دیگه نزدیکترین انسان ها رو به خودمون از حدود 400,000 سال پیش اون از کم که انسان نئاندرتال رو فرض بکنیم و بعدم هوموساپینز یا انسان هوشمند که به نظر من زیادم دیگه هوشمند نیست، یه چنین انسانی رو از 80,000 سال پیش فکر کنیم، اینا مرتباً از کارهای خودشون یاد گرفتن، وارد اطلاعاتشون شد. حتی بسیاری از کارها رو انسان‌ها از تقلید از جانورهای دیگه گرفتن. مثلا فرض کنید که در لغت هم میگیم چهچه زدن، مثلا میگیم صدای فلان کس رو چهچه خوب میزنه. تمام آواز خواندن انسان‌ها از تقلید از جانوران دیگه، به خصوص پرنده ها پیش اومده. درست؟ میخوام بگم ژنتیک همه چیز انسان‌ها رو در بر میگیره، حتی خوب و صفت در بر میگیره، خشونت و مهربانی و همه چیز در بر میگیره. اینکه عرض کردم که اگر ما شعارمون باشه به نام خداوند بخشنده مهربان، برای اینکه در طول زمان بخشندگی و مهربانی وارد صفات ما میشه. بله، وقتی که انسان‌ها دارن در 50 سال گذشته فقط آدم میکشن، همدیگری میکشن، خب این خشونت وارد زندگیشون میشه. میخوام بگم یعنی ما ژنتیک وقتی صحبت میکنیم تنها این نیست که ریخت و قیافه به ارث برسه، صفات هم به ارث میرسه، بیماری ها هم به ارث میرسن. ما 20,000 بیماری ژنتیکی داریم، اونا هم به ارث میرسن. بسیاری از صفات و رفتارها هم به ارث میرسن. خیلی متشکرم. اما جناب آقای دکتر، چند روز قبل داشتم یه کتابی میخوندم از گرگوار شامایو به نام تحت عنوان تئوری دو دغون یا تئوری پهپادها که در سال 2013 منتشر شده تو پاریس. اونجا چیزی رو مطرح میکنه، میگه پهپادها چه با هدف کشتار چه به منظور شناسایی، به هر منظوری که ساخته شده باشن، تحول بزرگی در جنگ ها ایجاد میکنن، نه فقط در بعد سیمتریکال یا اسیمتریکال وار، بلکه در یک طرفه کردن یک جنگ. جملاتی رو که شامایو نویسنده بزرگ به کار میگیره به نوعی جملات آخرالزمانیه. میگه قناق کنستمن لنومی، توانایی دید همیشگی، چشم همیشه روشن بر دشمن، یا وایاند توت پختو، بینای همه چیز در همه جا. آیا این حجم از خشونت یا مسائلی نظیر کشور رواندا، اتفاقاتی که تو کشور رواندا افتاد، میتونه این حجم از خشونت اثرگذار باشه در پی فرمایشات پروفسور در اپیژنتیک و خود اپیژنتیک تأثیرگذار باشه در کلان روایت ژنتیک انسانی در طول بلند مدت؟ آیا همچین اتفاقی خواهد افتاد؟ مستقیما شاید به بحث اندوفنوتایپ، اندوژنوتایپ، ژنوتایپ و فنوتایپ بخوام اشاره بکنم. نظر شما چیه که در ادامه بخوایم نظر استاد رو بپرسیم؟ به نام ایزد جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با درود و مهر بیکران پیشکش شما بینندگان گرامی، ابتدا لازم میدونم که یک تعریف مختصری از اپیژنتیک عرض کنم که مطالعه تغییرات قابل وراثت
در عملکرد ژن اشاره داره و یا در واقع بیان ژن که شامل تغییرات در توالی فیزیکی DNA نمی شود. البته خب به جای اپی میتونیم بگیم وراژنتیک یا فراژنتیک که بهتر هست. خبر خوب این که تغییرات اپیژنتیک قابل برگشت هست و به عبارتی تحت عوامل درونی مانند نشانه های رشدی یک نوروپلاستیسیته یعنی تغییرات جدید عصبی که میتونه با عادات صحیح به وجود بیاد و عوامل بیرونی مثل سیگنال های محیطی بینایی، بصری، موسیقی خوب و حماسی مثلا در واقع بهبود پیدا بکنه. مثالی که بخوام بزنم مثل دقیقاً مقایسه نورولوژی و بیماری های اعصاب با نوروساینس هست. نورولوژی سخت افزاری است که در واقع مجموعه ای از نورون ها رو با یک آناتومی خاص میبینه و علوم اعصاب و نوروساینس نرم افزار آن شبکه های نورونی هست. خب در مورد رویه‌ای که وجود داره این هست که ما در شرایطی قرار داریم که با بیش از 27,000 رأی کلمه براین فاگ یا پوسیدگی مغز از توسط دانشگاه آکسفورد پیشنهاد شد و این ناشی از دیدن بازی‌های خشونتبار برای اطفال که مرتباً خودشون رو جای اون فرد کشتارگری که مراحل مختلف دیگرانی رو که نمیشناسه میکشه و میره مرحله بعد و تماشای شبکه‌های نظیر تیک تاک یا استفاده بی‌رویه از شبکه‌های مجازی و حتی بسیاری از برنامه‌های ماهواره‌ای مخرب هست که عملاً هیچ پیام مثبتی منتقل نمی‌کنه و مرتباً فحشا و خیانت رو حتی به در واقع کسانی که بایستی بالاترین مفاهیم آشنا بشند رو داره منتقل میکنه. یعنی خبر این هست که در سطح پویشگران و دانشمندان جهان پوسیدگی مغز الان کلمه جهانی شده برای سال اخیر 2024 و با عنایت به این مسئله که ما در فرایند اپیژنتیک با دیدار خشونت و با دیدار رفتارهای خشن و بازیهای خشن که طراحی شده ما داریم ذهن جوانان، نوجوانان و کودکانمون رو برای رفتارهای خشن با کمال تأسف آماده میکنیم. چیزی که هست اینه که اپیژنتیک حتی در سطح ایمنی سلولی هم مؤثر هست. یعنی در سطح حتی تی هلپر 1 هم میتونه بیاد یک اپیژنتیک صحیح اثر بکنه و در واقع رفتار ایمنی رو تغییر بده، من جمله بیماری‌های خود ایمن رو وقتی که اون فرد رو آموزش دادیم به رفتار صحیح، ورزش، مراقبه و مکانیزم‌های مثبت محیطی، موسیقی خوب، اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که می‌بینیم بسیاری از بیماری‌های اوتو ایمیون یا خود ایمن مثل پسوریازیس ناپدید میشن حتی. و به صورت خلاصه من این رو عرض بکنم که این رویه اثبات شده که به ارث میرسه.
خیلی خلاصه بگم، در یک زمستان بسیار سختی که در کانادا اتفاق افتاد و مربوط به دهه 70 میلادی بود، طوری شد که برق‌ها قطع شد، مردم درخت‌ها رو بریدن برای گرم شدن. زنانی که باردار بودن در اون زمان وقتی که بچه‌هاشون رو بررسی کردن، اینها به صورت معنیداری اضطراب بیشتر از معمول و حتی حملات پانیک داشتند. اینها مستعد فشار خون بالا و دیابت بودند و اینها از چه طریقی در واقع منتقل شده؟ از اپیژنتیکی که در واقع اول روی مادر تاثیر گذاشته و اون ترس رو ایجاد کرده، در حالی که اکثر اینها اختلالات تغذیه‌ای نداشتن و بعد در واقع در قالب یک بیماری به ارث رسیده. از اون سمت هم خبر خوب این هستش که اینها به صورت نرم افزاری وجود دارن روی توالی ژنوم ها و با اصلاح محیط پرخشونت فعلی و دوری جستن از اخبار منفی و هدفمندی که منتشر میشه و پرهیز از در واقع اون معایب تمدنی و شهرنشینی، اونطوری که فوکویاما میگه، خواهیم توانست که نسلی توانمند و سالم به وجود بیاریم. فرقی هم نمیکنه از 9 ساله تا 99 ساله این اپیژنتیک قابل بهبود هست. خیلی متشکرم. در ادامه پروفسور میخواستم همین سوال رو، نظر شما رو بدونم و اینکه اخلاق تأثیرش بر اخلاق به معنای رفتار اجتماعی، نه اخلاق به معنای خود اخلاق، تأثیرش بر رفتار اجتماعی و ژنتیک چیه؟ اگه اضافه بنده دو تا نکته رو در تایید فرمایشات آقای دکتر بگم، بعد برم سر اخلاق. اولا در مورد پوسیدگی مغز که فرمودن درسته، این الان تم 2024 و جالب این که به شدت تکیه شده بر روی اینکه اشخاصی که از موبایل بسیار استفاده میکنن این پوسیدگی مغز رو بیشتر دارن و سریعتر در بینشون هست، برای اینکه نمیخواد فکر بکنه، یعنی فکری در کار نیست، این فقط هر چی بخواد در آن چی میگه، یعنی اینکه به فکر فرو بره نداره. حالا بنده عرض کنم خدمت بنده نه موبایل دارم و نه تلویزیون دارم، یک زندگی قرون وسطایی دارم و همونطور زندگی میکنم، خیلی هم راحتم، یعنی مجال فکر کردن به خودم میدم. این شماره 1. در مورد فرمودن اپیژنتیک چه در بین بیماری ها داره، من حیفم میاد که نگم خدمتتون که ما 4 گروه از بیماری ها رو داریم که این 4 گروه بیماری 80% از مرگ و میرها، معلولیت‌ها، مخارجی که بر کیسه دولت میاد و مخارجی که بر جیب ملت میاد، از این 4 گروه بیماریه. 4 گروه بیماری که 80% از مشکلات ایجاد میکنه. درست؟ این 4 گروه بیماری چی هستن؟ اول بیماری‌های قلب و عروق هستن، دوم بیماری‌های سرطان هستن، سوم بیماری‌های متابولیک هستن، اعم از چاقی و بیماری از کم که دیابت و تمام اینا، و آخرا بیماری‌های روانی. حالا نکته من اینه، جالب این که موتور اولیه اینا، راه انداز اینا یا ریس فاکتور اینها، تمام این بیماری‌ها، این 80% از بیماری‌ها 3 کلمه است: خشونت، کینه و استرس. و این چیزی که الان بشریت داره همینجور از خودش پخش میکنه. من مثال براتون بزنم، ما شاید در 50-60 سال پیش اگه صحبت میکردیم در کلاسای درس خودمون، میگفتیم که معمولا خانمایی که از سن یائسی به بالا دیگه از کم که وقتی ترشحات هورمونشون یائسه میشن اینا، از اون وقت احتمال سرطان سینه برای اینا شروع میشه. الان از سن 16-17 سالگی داره سرطان سینه شروع میشه، هم در سن پایین‌تر و هم در تعداد بیشتر.
بیماری قلب و عروق همینجور، ناراحتی از کم متابولیک همینطور، همش همینه. خشونت، کینه و استرس. اونجایی که من سخنم شروع کردم گفتم به نام خداوند بخشنده مهربان، بخشندگی و مهربانی رو گفتم، برمیگردم به این نکته. خب در مورد فرمایش شما در مورد اتیکس، اخلاق، ببینید اصولا اخلاق چیزی بودی تمام انسان از اون باز برگردیم به شروع انسان نمیگم، اون برمیگرد مثلا به 3-4-5 میلیون سال پیش، نه، از اون انسانی که ما روشون تحقیقات داریم، غار نوشته ها داریم، عکس نوشته داریم، چیزی ازشون داریم، همون انسان نئاندرتال 400,000 سال پیش تا هوموساپینس، همین انسان هوشمند. خردمند مخصوصا نمیگم، برای اینکه خرد با هوش فرق میکنه و انسان فعلی خردمند نیست، متاسفانه خیلی هاشون نیستن. حالا هوشمنده، فقط به کارهای خودش میرسه. خب انسان از همون وقت فرق داشت براش، یه آدم خوب با آدم بد، منتها ردبندی خاصی نداشت، فقط میدونست که آدم خوب کیه. یا مثلا در قبیله خودشون اون زمان انقدر پیر نمیشدن، حالا تا 30-40 سال دیگه سنشون بود، اون کسی پیرتر بود، حالا پدرش بود، مادرش بود، اون رو قبول داشت به اخلاق خوب، مرد پرستی نبود ولی به اخلاق خوب قبول داشت. بعدها همین اخلاقیات اومد در قالب ادیان پیاده شد. اصلا پایه و از کمیه شیرازه تمام ادیان جهان، اعم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی، اخلاقیات بود. از 10 فرمان موسی اخلاقیات تا از کم که دین عیسی مسیح و دین محمد رسول الله. بزرگترین جمله‌ای که دلیل عرض بنده است، فرمایش رسول اکرم فرمودن انما بعثت لاتم المکارم الاخلاق. من مبعوث شدم نه برای اینکه چه شکلی دست نماز بگیرید، اون آداب بعدیه که بعضا حتی تفریق افکن هم هست. اصل اینه، من مبعوث شدم که اصول اخلاقی رو به کمال برسونم. خیلی متشکرم استاد. پدیده هایی مثل کریسپر-کاس9 یا شبیه سازی هایی که تو کورس گرین انجام میشه، مثلا تو بحث لیپوزوم، پپتید، پروتئین در سطح غشا، منظورم نه صرف مطالعه یا حتی مطالعات آزمایشگاهی، بلکه به کارگیری چنین دانش‌هایی به قصد بهبود جمعیت یا هر قصد دیگه‌ای چه تأثیری بر آینده بشری و ژنتیک جمعیت میذاره، ضمن اینکه ممکنه این کار به سفارشی کردن انسان‌های آینده منجر بشه حتی. آیا ممکنه در کل به یک ابر انسان برسیم که طبیعت زمین رو به مخاطره میندازه؟ اتفاقاً بنده یک کتابی در دست نگارش دارم، تمام شده دیگه، تا انشالله شب عید چاپ خواهد شد و شروع هستی رو از بیگ بنگ شروع کردم و در اونجا آمده و به انسان کشیده شده و چطور از اولین سلول چطور به وجود اومد و چطور به الان رسید. 2 موضوع شما تکه فرمودی که من اون 2 موضوع رو پاسخ بدم. اول در مورد شبیه سازی بود. شبیه سازی این است که این احتیاجی به یک پدر مادر نیست، از یک سلول یه نفر میتونم بیان بگه من اینو درست میکنم که انسان بشه. در مورد گیاهان خب خیلی میشه، در مورد خود جانوران، در مورد انسان، میمون این کار کردن، در مورد گوسفند و بز و این کار کردن که البته اونم عیبای خودش داره، یعنی آسیب پذیریش در مورد بیماری ها زیاده، سنش کمتر. اینا به خاطر دارم که حدود شاید 25 سال 30 سال پیش یک پزشک، اسمش یادم نیست، در کره جنوبی عنوان کرد که من شبیه سازی کردم و انسانی رو درست کردم و الان چند ماه دیگه به دنیا میاد و خیلی این مسئله بازتابی پیدا کرد، به طریقی که من واقعا روزانه 5-6 تا مصاحبه داشتم، حالا رادیو و تلویزیون و مطبوعات، این که آقا نظر شما چی، این درست یا درست نیست، که بنده اونجا عرض کردم این درست نیست، ایشون یه حرف بیهوده داره میزنه. همون که نوبلش رو پس گرفتن ازش. بله.
و همینجور هم شد. یعنی حرف بیهوده بود و این کار درست نبود. در همون زمان اتفاقا هم سازمان جهانی بهداشت، هم یونسکو در پاریس و اینها به شدت به این مشکل برخوردن که اگر بخواد یه همچین شاخه از علوم بیاد چه بی اخلاقی هایی ممکن اتفاق بیفته. حالا فرض کنید یه دونه از این جانی ها، یه دونه از این کسایی که این هم آدم کشتن که متاسفانه الان هم داریم در حال حاضر جاهای مختلف دنیا، خب کافیست اون با اون قدرت و پولی که داره بده از رو خودش مثلا بیاد 100 تا از خودش شبیه سازی بکنه، یا مثلا بیاد یه تیم بسکتبال فرض کنید که آمریکایی و یا یه تیم فوتبال مثلا آرژانتین بیاد یه نفر رو شبیه سازی کنه 50 تا از اون درست بکنه، چه وضعیت خواهد شد؟ اصلا دیگه اون داروینیسم اجتماعی، سوشال داروینیسم به هم میخوره. یعنی وسلام هر کی هرچی بخواد درست میکنه. این خیلی خطر بود. لذا کمیته‌ای به نام کمیته اخلاق در ژنتیک درست شد در سازمان جهانی بهداشت که بنده کمترینم افتخار داشتم یکی از اون 10-12 نفر بودیم که نشستیم اصول اخلاقی رو نوشتیم. اصول اخلاقی که الان در همه جا جاری هست همون اصول اخلاقی بود. این سخن اول شما. سخن دوم کریسپر فرمودید. کریسپر یک روشی است به اصطلاح بهش میگن که از کم که قیچی ژنتیکی که برای این منواله که بیان اون ژن‌هایی که عیب دارن اونا رو ببرن درارن. این کار در مورد خب ویروس‌ها اینا انجام میدن. اتفاقا یکی از همکارای بنده که الانم شما دیدین ایشون رو، به اتفاق بنده یک پایان نامه‌ای شروع کردیم حدود 8-9 سال پیش در مورد کریسپر و این پایان و ما نمیدونستیم اون زمان که این حدود 3 سال پیش جایزه نوبل رو گرفت. این 2 تا خانمی که اینجا هستن، خانم دودنا از آمریکا و خانم کارپنتر از انستیتوت ماکس پلانک برلین و اینها اومدن جایزه نوبل گرفتن. یعنی وقتی که این خانم دانشجو ما که الان خانم دکتری هستن آمد دفاع بکنه، زمانی بود که اینا جایزه نوبل گرفته بودن. یعنی اونا هم با ما در تماس هستن، میدونن که ما این کار انجام دادیم. اما همین کریسپر که از نظر به اصطلاح علمی یه راه حل خواهد بود که یه زمان ژن‌های عیبدار بکشن بیرون، اما در این برش میتونه اتفاقات دیگری هم بیفته. برای که برش که واقعا با چنگال که نیست، با بعضی از ویروس‌ها خواهد بود. خب این میتونه مشکلات ایجاد بکنه. در مورد فرض کن جانوران این کار میکنن، عواقبش هم زیاد مهم نیست. در مورد انسان خیلی مشکل میشه. بنده سخنی عرض کردم خدمت شما، با پیش رفتن در علوم مرتباً باید به شدت مواظب اثرات بد اخلاقی اونم بود. این شعری گفتم خدمتتون، تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم را ناکس به دست. یعنی همونجور که استفاده خوب میشه مثل استفاده بد بشه و بسیار خطرناک. و این است که سازمان های الان مثلا فرض کنیم برای هوش مصنوعی این چه آفتی خواهد بود، ضمن اینکه چه نعمتی هست. میتونه چه آفتی بوده باشد و هستن کسایی که بسیار باهوشن و از اون استفاده میکنن، نه استفاده خوب نابجا. الان برای اون در بعضی از کشورها سازمان تشکیل داده، یکی دو کشور وزارتخونه برای هوش مصنوعی گذاشتن. ببینید چقدر این اهمیت پیدا کرده در زندگی بشریت. میخوام عرض کنم بله اینا هست، ولی بسیار باید مواظب پیشرفت علوم بود. با پیشرفت علوم هم میتونه ضایعات و خطرات بالا بره و هم کسی که بهش فکر نمیکنه این شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد. این آدمای دارا و آدمای نادار هی فاصلهشون بیشتر میشه. گپ بزرگ اجتماعی پیش میاد. اونا میتونن از این امکانات استفاده کنن چون گران قیمته، اینا نمیتونن استفاده کنن. یعنی هی این فاصله بیشتر میشه. خیلی متشکرم دکتر. با توجه به اون چیزی که استفان روزا متخصص فلسفه سیاسی تو کتاب مغز کانتر لوگافام میگه، یا مارکس بر علیه گافام که کتاب بسیار معروف جدیدی هست توی فرانسه، ما با رضایت خودمون
توسط گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت از خود بیگانه شدیم و در حقیقت الیناسیون اتفاق افتاده. و یا اون چیزی که تو کتاب انسانگرایانه Satellite Out Culture Set نیل پستمن اشاره میکنه، اساساً به چیزهایی اشاره داره که بصری نیستن، بصری کردن چیزهایی که بصری نیستن، یا حتی اون طوری که آدمهای در سطح پایین تر از روشنفکری مثل آنا لمبکی تو کتاب دوپامین نیشنش مطرح میکنه، اصولاً این انسانهایی که در آینده در حقیقت میتونن سفارشی هم تولید بشن. ممکن نیست به قول مرحوم فوکو در جهت مطامع سازندگان گفتمان و قدرت قرار بگیرن یا همون گپ اجتماعی که استاد فرمودن. خب این حضورتون که عرض کنم مباحث بسیار وسیعی فرمودید. یکی بحث الیناسیون رو فرمودید. بله، این الیناسیون با کمال تأسف تا حدود بسیار زیادی اتفاق افتاده. ما در فرهنگمون احترام به بزرگتر وجود داشته، اما شما در چت در واقع نسل زد که حتی به نسل ایکس هم در الان منتقل شده، اون احترام به بزرگتر مثلا در چت های معمول در اینترنت دیگه رعایت نمیشه. حالا دلایلی داره، شاید برخی این رو به در واقع آکادمیک ستیزی یک روزگاری بدونند و اینکه اول علوم انسانی، بعد علوم مهندسی، سپس هنر و پزشکی رو احیانا تضعیف بکنن و دیدگاه‌های دیگری رو از این نظر حاکم میکنن. یعنی اون احترام ذاتی به فرهیختگان که قبل از این وجود داشت و اون اعتماد به پزشکان که و گروه کادر دربان که جانفشانی ها کردند در دوران کرونا، بنده شخصا 5 تا از همکلاسا و هم دوره های خودم رو در دوره کرونا از دست دادم، در اون زمانی که حتی افراد کرونایی حاضر نبودند و میترسیدند که جسد متوفی خودشون رو تحویل بگیرن. واقعیت امر این هستش که این فرهنگ احترام برای در واقع فرهیختگان و این الیناسیون تا یه حدودی اتفاق افتاده الان در حال حاضر به نظر من، و از این بابت وظایفی که بر عهده نخبگان و فرهیختگان هست، نخست این استش که این از خود بیگانگی رو ما برطرف بکنیم. در انتها من یک شعری رو هم تقدیم میکنم که بر همین مبنا و روال، بر مبنای نسلی هست که به قول فردوسی پاکزاد دانش را از هر جا نبشتند و گرامی داشتند. این از این مبحث. بعد اشاره میکنیم که خب من مثال میزنم، حالا شما چند شرکت رو گفتید، ببینید فرض بفرمایید که اگر که چت جی پی تی مثلا ایرانیزه بود، خب این با توجه به آگاهی این که شما در گوگل چی سرچ کردید برمیداره دقیقاً بر اساس اون سلیقه شما را حدس میزنه. و من اجازه بدید مثال ایرانی بیارم از یک کارخونه هم که متاسفانه برشکست شده مثال میزنم. مثلا وقتی که ازش بپرسید بهترین یخچال کدومه، جواب بده یخچال آزمایش. بعد چندین نفر هم فرض بفرمایید که چتاشون و ابراز نظراشون در مورد در یخچال آزمایش که متاسفانه الان نیست بیاره که این نشان دهنده در واقع گرفتن
بازار ایران و بعد در واقع معرفی مثلا یخچال آزمایش به سرتاسر جهان باشه. و الان ما در حال حاضر در شرایطی که هستیم که این باتچت ها و هوش های مصنوعی با دسترسی که به جستجوهای ما در شبکه‌های اجتماعی و حتی در واقع خود گوگل دارند، اینها سلیقه ها رو حدس میزنند و در این راستا از نظر تجاری و از نظر شناختی که از روان ما و علایق ما پیدا کردند، محصولات فرهنگی خودشون رو که باید عرض کنم بسیاریشون ضد فرهنگی هست، بسیاریشون حاوی خشونت، حاوی پرن، حاوی مشکلات در واقع عدیده اجتماعی در آینده هست رو غالب بکنن. پس ای کاش که بتونیم در این زمینه در واقع به نحوی پیشرفت بکنیم که زمانی که یک فرزند ایران بزرگ فرهنگی به نام حالا محدوده نوروزگان به قول استادان بزرگ میاد و موضوعی رو بررسی بکنه، اون واقعیت‌های فرهنگی براش نمایان بشه. الان شما بر اساس خیلی از پاسخ‌ها در واقع با موجودی طرف هستید از نظر مثلا چت جی پی تی که از IQ که مبتنی بر دیتابیس ها و حتی یه اویرنس نسبی هست سرشاره. و من آخرین طبقه بندی هوش رو میخوام عرض بکنم خدمتتون که جدیدترین طبقه بندی هست و توسط خانم دکتر دانا زوهر و آقای دکتر یان مارشال ارائه شده که ابتداءً هوش رو طبق تعاریف ابتدای قرن 20 شامل 1 IQ میدونه، قسمت دوم EQ و حالت هم ایموشنال و هم خوشبختانه ایژوکیشنال یعنی قابلیت آموزش هم داره، و در واقع هوش معنوی یا spiritual quotient SQ در واقع مطرح میکنه. نکته بسیار حائز اهمیت این هستش که این بات ها هرگز به ما SQ رو آموزش نمیدن. این spiritual quotient یا SQ شامل فداکاری، شامل تفکر در خارج از چارچوب و خارج از برنامه ریزی که برای شما شده. بسیار از مواقع ممکن هست که فرض بفرمایید که یک فرمانده به یک سرباز بگی که فلان بچه بیگناه رو بزن بکش. خب اون فردی که از SQ یه بالا برخوردار هست، مثل اون عکس تاریخی که در آن سوی دیوار برلین یک سرباز آلمان شرقی حصارها رو داره با دست پس میزنه، دست خودش رو زخمی میکنه تا آخرین کودک از یک خانواده عبور بکنه و در نامه‌ای که نوشت من میدونم اعدام خواهم شد به این جرم. خب این چنین چیزهایی رو که در واقع مبنای شفقت آمیز و ایثارگرانه هست رو ما هرگز آموزش نمیدیم و این بسیار خطرناکه و تهدید کننده است. در حال حاضر در تلگرام فقط به تنهایی روزی 3 میلیون عنوانهای به ظاهر علمی منتشر میشه که با کمال تأسف بسیاری از اینها همون منجر به برین فراگ یا پوسیدگی مغز میشه. مطالبی در واقع
به عبارتی بیسواد پرور، یعنی متنی رو میان به نحوی قیچی میکنن و نقل قول میکنند که وقتی که از این دانشمند فرهیخته میاد مطرح بکنه مثل بز اخفش همه سر تکون میدن که آره میشنیدیم میدونیم اینها، ولی این خطری هست که به قول مارک توین از باسواد شدن احمق‌ها به وجود میاد و متاسفانه این خطر در حال حاضر به شدت تهدید کننده است و بایستی برای آموزش اسپریچوال کوشنت کاری کرد. متشکرم جناب پروفسور. چنان که لکان مفهوم غریزه مرگ رو یک آیرونی میدونه، آیرونی به معنای درویی یا جهل جعلی یا بارونگویی، آیا مهندسی ژنتیک ژنومیکس و از طرفی قضایایی مثل سایبورگ مهندسی رباتیک به دنبال خواست نامیرایی بشر حرکت نمی‌کنن؟ و آیا بشر نامیرا همون بشریه که در طول تاریخ دیدیم و میشناسیم و این منا یا آرزو چه تأثیری بر تاریخ و اجتماع بشری میذاره؟ از کنم که خب چشم اینم خدمتتون میگم، ولی اینقدر فرمایشات استاد و فرمایشات خود شما برای من جذابه که یه نکاتی اگه اضافه من قبل از اون بگم خدمت. اولا در مورد فرمودن که نادانها میان در واقع مسلط میشن، همینطوره. شما رؤسای جمهور مثلا فرض کنید که 80-90 سال پیش نگاه بکنید که من در تاریخ اروپا میشناسم چه کسایی بودن، الان چه کسایی هستن. یعنی واقعا الان اسم نمیبرم در جای جهت نمیگیرم، دارن نادانها جهان اداره میکنن. دقیقاً این جمله مایکل سندل تو کتاب استبداد شایستگی. بله. حالا مثالم نمیزنم ولی خودتون دقت بکنید از عواقب و کاری که پیش میاد. در موقع شفقت که فرمودید اون کاملا درسته. من یادم میاد یک عکسی انداخته بودن در زمانی که گرسنگی شدیدی آفریقا رو فرا گرفته بود. عکس یک این بود که یک عقابی اون کنار نشسته و یک بچه‌ای که از گرسنگی داشتی که میمرد در لحظات آخر اونم اینجا نشسته بود. یه عکاس آمریکایی این عکس گرفته بود. بسیارم یعنی عکس سال شد که اون عقاب فقط منتظر بود که این بمیره که این بیاد اینه بخوره. و اون عکاس آمریکایی از عذاب وجدان خودکشی کرد که گفت چرا من این عکسی گرفتم ولی گذاشتم اون بچه بمیره، این بهترین عکس دنیا شد، این باید بچه رو نجات میداد نه اینکه وایسه بچه بمیره که عقاب بیاد. شما ببینید چه درجاتی از اخلاقیات وجود داره. این یک نکته بعدی که فرمودن در مورد بیماری کووید، مثلا من خدمتتون بگم این بیماری کووید که ما الان این همه افرادی که در اون فوت کردن جناب استاد فرمودن این یه بیماری الان نبود. من همیشه در سخنم گفتم بزرگترین دشمن بشریت ویروس ها هستن و در آینده چه خواهد شد. الان خدمتتون میگم همین کووید 19 ما در 2-3 تا مقاله خود بنده نوشتم با همکاران که این از 20,000 سال پیش در آسیای شرقی که همون چین فعلی بشه اونجا دیده شده و اونجا باعث مرگ و میر شده بود. بعد گفتگوهایی که این آقای پابو که عکسش هم اینجا هست بعدا نشونتون میدن به نام پالئوژنتیکس یا پالئوژنومیکس آمد چی کرد، او هم نشون داد که نئاندرتال ها یکی از احتمال اینکه اینا از بین رفته باشن همین ویروس کووید 19 باید بوده باشه. میخوام عرض کنم که چه شکل اپیژنتیک میاد وارد مسائل میشه. اینم خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما در مورد اپیژنتیک این رو بگم چون سابقه این مسئله است، تاریخچشه. ما یک فرضیاتی داشتیم به نام لامارکسیسم.
لامارکس یک عرض کنم دانشمندی بود که این در واقع یک سرهنگ فرانسوی بود، ولی آمده بود گفته بود که اون صفت‌هایی که ما یاد میگیریم اونها هستن که برای ما ژنتیک ایجاد میکنن. منتها نتونسته بود درست بپرورونه. نو اگه زرافه گردنش دراز شده، این به این خاطر که این گردن دراز خود گردن کشته از این برگ‌های بالای درخت میکنه، این به ارث رسیده. البته در رد این مدتی این فرضیات محجور موند. وقتی که داروینیسم اومد، داروینیسم گفت نه، این گردنش نکشه دراز شه، بلکه گردن درازها فرصت زندگی بهترشن، survival of fittest بود، اونها شانس زندگی داشتن. و اینو که یکمی بیرحمانه لامارکسیسم کنار گذاشتن. الان ثابت لامارکسیسم همون اپیژنتیکه، یعنی فرا گرفته شده ها به تدریج وارد اطلاعات ژنتیکی میشه، همونجوری که استادم فرمودن. و در مورد جهان آینده که مثلا فکر کنید که انسان ها چه کار خواهند، چطور شد، بله صحبت از این از انسان قد بلندتر میشه تا اندازه‌ای به 2 متر از این قرار و جهان چه فرق‌هایی خواهد کرد. یه چیزش مسلمه دیگه، اون انتخاب طبیعی از که natural selection نخواهد بود. یعنی انسان توسط محیط زیست خودش انتخاب نخواهد شد، بلکه انسان ها محیط زیست رو برابر خودشون به کار میگیرن، محیط زیست رو تغییر میدن و این باعث میشه که بسیار به هم ریختگی خواهد بود. در فرضیاتی هست که حالا اگر مثلا در 1 میلیون 2 میلیون سال دیگه بخواد چی بشه، اما بنده کمترین در مطالعات خودم همچین در اصلا انسان به اون وقت کشیده نخواهد شد. من فکر نمی کنم 300 400 هزار سال بیشتر انسانی وجود داشته باشه. مثل خیلی مثلا دایناسورها هم از بین رفتن، یه وقت اومدن یه وقت از بین رفتن. من نمیدونم مثلا چه جانورایی دیگه که بتونن، چه اونایی که تغییر شکلی یافته باشن، مثلا فرض کن مارهای پرنده باشن، نمیدونم مثلا قورباغه‌ای باشن که ازشون نور بیاد بیرون یا هر چی از این قرار. این فرضیات هست، ولی مسلم خود انسان به اونجاها نخواهد کشید. خودش با تمام این عوامل مربوط به اکتشافات، این علم زیادش باعث از بین رفتن دیگه خودش دیگه. یک فرضیه فقط وجود داره که اونهایی که احتمالاً میتونن و دستشون میرسه و باز پولدارا، اونا ممکنه به کرات دیگری سفر بکنن، بقیه اینجا میمونن از بین میرن. اما فرمودید مرگ چیه؟ در مورد مرگ خب از بین رفتن قسمت ساختاری بدنه، اون بدنه، یعنی سلولا کار نکنن به طریق از بین برن، یه جا شروع میشه. میگفتن که اگر ما بیاییم با روشایی سن انسان‌ها رو ببریم بالا، مثلا فرض کنید انسان میشه 150 سالش، خب بالاخره این فرسایش بدنه، اولا بعضی از چیزا از کار میفته، خود بدن داره خودشو تأمین میکنه. مثال شما فرض کنید که بنده یه وقتی 85 کیلو وزن داشتم، الان وزنم شده مثلا فرض کنید که 65 کیلو. چرا کم شده؟ ظاهرا فکر میکنیم که خب این یه بیماریه، در حالی که خود بدن آمده تعدیل نیرو کرده، گفته اگر بدن من بخواد 85 کیلو باشه، من قلبم که اونجا پیش نمیره، که بعد زانوها من پیش نمیره، آمده وزن خودش رو کم کرده که بتونه قلب با این وزن کمتر کنار بیاد. یعنی خیلی از این بیماری ها در واقع تطابق با محیط و سنه. یعنی زانوی من مثلا 150 کیلو که نمیتونه بکشه با خودش، باید وزن کم کنه. میخوام بگم بسیاری از این اتفاقات اینه. اما اینکه آیا واقعا سن انسانی بخواد به 150 200 300 سال بکشه، اولا خدا نکنه اتفاق بیفته. شما فکر کنید بنده که به هیچ وجه حاضر نیستم بیام مثلا 100 سال دیگه بخوام زندگی کنم، به هیچ وجه حاضرم اعدام بشم ولی من زنده نذارن، چون با خود حمل کردن این خاطرات گذشته و روبرو شدن با جهان آینده غیر قابل تصوره. یعنی همین الان مثلا فرض کنم بنده خاطرات خودم رو بیام از بچگیم با الان مقایسه بکنم، اصلا نمیشه تحمل کرد.
اما به اینجا هم نخواهد کشید. انسان ها حد اکثر فرض کنید که 150 سال عمر بکنن، بالاخره با سرطان از بین میرن. اگر تمام دستای بدنشون سالم، قلب سالم باشه، کلیه سالم، اینا فرسایشه. یه ماشین بنز هم باشه بعد از 80 سال تیکه تیکه‌هاش از کار میافتن. فرسایشه. نمیشه یک کاری کرد، یک مدلی گفت که هیچ دستگاهی از کار نیفته، فرسایش پیدا نکنه. شما یه آهن، یه تیر آهن بزرگو توی صحرایی بگذارید باشه، خب 20 سال 30 سال دیگه بیاید برید، اصلا چیزی از تیر آهن نیست، فقط یه خط قرمز از خوردگی هم فرسایش. میبینید یه خطی روی جاده هست، اون همون زنگ زدگی چی بود. مرگ هم همینطوره. هیچ نمیشه علمی قبول کرد که انسان بخواد خیلی زیاد عمر بکنه، چون بالاخره این سلول ها شروع میکنن تو خودشون چه کردن، در یک داخل یه هسته سلول این پرتراکمی به وجود میاد و همون باعث سرطان میشه. یعنی با ادله به خصوصی معتقدن به این که اولا انسان خیلی زیاد عمر نخواهد کرد، خودش هم نمیذاره با کارایی که میکنه، با این فست فودایی که درست میکنه، با تشعشعاتی که درست میکنه، با همه چیز اصلا خودش براندازی میکنه. منهای اون اگر بخواد سنی هم بکنه سلول ها نخواهند گذاشت. و اینم عرض کردم خدمتتون، دشمن بشریت در آینده چپ و راست این و اون نیستن، ویروس ها هستن. ویروس هایی که هر آن به شکل جدید بیدار میشن و شروع میکنن. از کم کووید 19 رو ما خبرش از حدود 300-400 هزار سال پیش داریم که باز فروکش کرد و دوباره شروع کرد و این امیدوارم در مورد مرگ تونسته باشم پاسخ بدم. ولی شما مثل که سوالتون یه عمق بیشتری داشت. یه بار دیگه بفرمایید. سوال این بود، این منا و آرزوی نامیرایی و در راستاش حرکت کردن و دست بردن در ژنتیک و افزایش طول عمر و اینها چه تأثیری بر تاریخ به اون معنایی که ما تا حالا میشناختیم و چه تأثیری بر اجتماع به اون معنایی که تا حالا جاری و ساری بوده میذاره؟ اولا عرض کردم بیاورم خدمتتون، هرچی علم پیش بره این شکاف طبقاتی بیشتر میشه و انسان ها اصلا متفاوت میشن. اما تردیدی نکنید چنین کاری به نام نامیرایی اتفاق نخواهد افتاد، غیر ممکنه. حالا در لغت، در تاریخ، در مسائل اجتماعی میگن ما داریم کاری میکنیم که هیچ وقت نمیریم، یه عده میان خودشون رو یخ میزنن بعد میگن بعداً من باز کنید که ببینیم چطور میشه. تو آمریکا خیلی این کار کردن، بعداً هم باز کنن به دلیل دیگه خواهد مرد. اصلا ما نمیدونیم یخ زدش بدون وقتی یخش واز چه جوری میشه. یعنی این تجربه هاییست که چیز نشده. اصلا ما هم گوشت معمولی رو شما یخ میزنید، هر چقدر یخ بزنید میگن وقتی باز میکنید بسیاری از کیفیت خوش از دست داده. حتی میگن که گوشت مرغ و نمیدونم چیز و اینا رو هر کدوم چقدر میتونی یخ بزنید بعد از اون از بین میره. تا شسته بخواد یه بدن انسان با این همه اندامهای مختلف، هر کدوم این چشم آدم چقدر مجبور تو یخ بزنه. شما فکر کنید این چشم اگه یخ بزنه منهای 1000 درجه، غیر ممکن البته. خب وقتی بازش کنین چشم و چشمه اون که بی‌معناست. ولی این نامیرایی هم هرگز برای بشر به وجود نخواهد. دکتر عزیز بذارید یه مثالی رو عرض کنم. به خاطر آشنایی فراوان شما با بحث ریاضی یه راست بریم سراغ شاهکار استعاری وایرشتراس. بین سالهای 1821 تا 1870 نیاز به حسابی سازی حسابان به اوج خودش رسید. اونم به دلیل چند تابع که بهش میگفتن مونستر یا هیولا. ما در منحنی پیرباند با 8 ویژگی طرفیم، چه در موضوع خمش چه در موضوع صاف بودن یا مستقیم بودن. اول با حرکت یک نقطه تولید میشه، پیوسته است، مماس، طول داره. وقتی بسته است مرز کامل یک ناحیه است، این ناحیه مساحت داره. هر منحنی یک سرفیس نیست، با مقطع یا محل تقاطع 2 سرفیس تشکیل میشه. اما اون چیزی که هیولاها رو هیولا کرد این بود که از الگوی هندسی ذاتاً تبعیت نمی‌کردن.
چون در خود توابع اصلا چیز هندسی وجود نداشت. بماند که بعدها بهش گفتن شهود هندسی، که چقدر شهود هندسی درسته، تعبیر درستیه، اون یه بحث دیگه است. میخوام به این نکته برسیم و از شما اینو بپرسم، امروزه با این بهره کشی یا استفاده افراطی از تکنولوژی، مثلا میکروسکوپ کانفوکال که به شدت در سه‌بعدی سازی تاثیرگذاره، آیا این احساس توهم کنترل به ما دست نمیده، در حالی که قضیه ممکن اصلا طور دیگه ای باشه، اونطور که فان نایمن یا اولام به تکینگی تکنولوژی اشاره دارن، یا نه اعتقاد دارین عقلانیت مدرن همچنان کارکرد داره و انسان‌ها افسار تمدن رو در دست خودشون دارن؟ به محضر شما و عزیزان عرض کنم که این تا یه حدود بسیار زیادی بستگی داره به تصمیماتی که فرهیختگان اقوام در آینده نزدیک میگیرند. ببینید، پیشینه عملکرد فون نایمن، دانشمند مجاری الاصل، در مورد اون اولین توالیه‌های دو بعدی، در واقع بهتره بگم شبه ژنتیکی که وجود داشت، از الگوهای ریاضیات گسسته تبعیت میکرد و تا ما بر مبنای ریاضیات پیوسته بودیم هرگز نمیتونستیم چنین نتیجه‌ای رو بگیریم. نکته بسیار حائز اهمیتی که در این مقوله وجود داره این هستش که آیا در این زمینه ما کنترل ماشین ها رو همیشه در دست خواهیم داشت و اونها نیستند که ما رو کنترل بکنند؟ من اجازه بدید اول یه تعریف کوچیکی از سایبورگ عرض بکنم چون اشاره شد و بعد به مطلب بپردازیم. ببینید، سایبورگ کلمه ای هست که توسط ایزاک آسیموف یا همون اسحاق آسیموف که مال ایالت آذربایجان شوروی آن زمان بود و الان جمهوری آذربایجان هست، با این اصالت جالبه که گری کاسپاروف هم که یکی از صاحب نظران هست باز آذربایجانی الاصله و حتی فوتبالیستی هستش که توی دفاع چپ تیم ملی آذربایجان هم به میدان رفته. این فرد اسحاق آسیموف در واقع تعریف سایبورگ رو همگانی کرد و ریشه در کلمه سایبرنتیک و ارگانیسم داره. مخفف اینها میشه سایبورگ. یعنی شما بیاید یک سایبرنتیک، یک ارتباط مستقیم، هدفدار و دارای عملکرد خودکنترلی و آگاهی به صورت تعریف شده و نسبی ایجاد بکنید که در حقیقت ماشینی هست که بر مبنای سلول‌های انسانی، مثلا مجموعی از نورون‌هایی که کشت داده شدن در محیط کشت، بیاد و عمل بکنه. دقت بکنید، ما داریم در مورد ماشینی صحبت میکنیم که از ارگان انسانی داره استفاده میکنه. اون معلولی که مثلا از دست مصنوعی استفاده میکنه یا مثلا اون فرد دچار زایه نخاعی که مثلا از تراشه نورالینک داره استفاده میکنه، این سایبورگ نیست. ولی البته بسیاری از آسیب‌ها میتونه متوجهش بشه و خب هک بشه. همین کسانی که به عنوان مثال از این تراشه‌ها استفاده میکنن با توجه به اینکه تمام داده‌های
ژنتیکیشون در اختیار اون شرکتی که اینها رو کار گذاشته هست و در واقع این چیپست هایی که در واقع طراحی شده همه تحت کنترل شرکت هایی هست که به هر حال وابستگی به دولت ها و گروه های قدرتمند دارند. این بسیار قابل تصوره که کسانی که از مثلا تکنولوژی نورولینک، چون مثال جدیدتری هست، استفاده می کنند، تحت کنترل در واقع یک فرایندی در واقع ارگانیک یا نان ارگانیک قرار بگیرند و حالا رفتارهایی که در فیلم های در ساینس فیکشن علمی تخیلی دیده میشه و خودشون نشون بدن، یا مثلا فرض کنید چند هزار نفر رفتار زامبیوار نشون بدن ناگاه. و در مورد این پروسه مثال بسیار معروفی که اخیراً اتفاق افتاد، یک تیک توکر خیلی معروف و ثروتمند از یک سگ رباتیک میخواست رونمایی بکنه که این سگ رباتیک در واقع دفاعش گاز گرفتن نبود، بلکه آتیش رو بر اساس فاصله این فرد با خودش میفرستاد. و اتفاق بسیار جالب این هستش که درست در همون لحظه که دوربین های سراسر کارگردان ها زوم شده بود و ایشون شروع به معرفی کرد، این سگ روباتیک شروع کرد به این حمله با آتش کردن و تنها شانسی که این داشت این بود که پشت سرش یه استخر بود. خودش از پشت پرت کرد تو استخر، این همچنان در واقع آتیش بیرون میداد. وقتی هم که از استخر بیرون اومد، حالا بدنش خیس شده بود، بازم به آتیش زدن این ادامه داد، ولی خب موفق شد فرار بکنه. نکته حائز اهمیت این هستش که ما در مورد پروسه سایبورگ یک سری رفتارها داریم که به این شکل قابل پیش بینی نیست. من یه مثال خیلی کوچیک میزنم از قلب. استحضار دارید که در پالس اولیه قلب رو SA نود میزنه و این مجموعه از سلول هایی هستن که خب مدارکشی شدند و در دهلیز خب از دهلیز به بطن عمل کرده در واقع الکتریکال خودشون رو به نمایش میگذارند. و خب حالا اگر اومدیم ما این ارست کرد فرد، یعنی ایست قلبی پیدا کرد، اتفاقی که میفته این هستش که ای بسا اون سلولی که در وهله اول اون مجموعه سلول هایی که در واقع این پالس الکتریکی حیات بخش قلب رو که لازمه انقباض قلب بود رو منتشر میکردن از بین رفته باشن، ولی به صورت خودکار یه گروه سلول دیگری حالا شروع میکنن به همین کار رو انجام دادن. و این فرایند رو که در واقع یک نوع اتونومیسیته، یعنی به صورت کارکرد خودکار هست، در سایبورگ کاملا قابل انتظار هست. از کجا میدونید که بافت مغزی که به فرض ما میخوایم برای اون سایبورگ پیش بینی بکنیم دچار تشنج نشه؟ شما تونستید اون تشنج رو در افرادی که دچار تشنج میشن اول کنترل بکنید تا بعد بگید ما حالا یک کشت سلولی از سلول های اعصاب، نورون ها ایجاد میکنیم و بعد حالا بهشون به فرض مینرال ها و مواد غذایی و کتون ها و اینها رو میرسونیم تا اینها کار بکنن؟ نه. از نظر تئوری فاصله زیادی داریم با این مبحث که در واقع ماشینی با مغز انسان یا مغز برداشت شده از یک فرد پولدار که میخواد بره در قالب مثل یک مرد 6 میلیون دلاری از
در واقع اندام رباتیک آنچنانی استفاده بکنه وجود داره، ولی بعدش هم قابل پیش بینی نیست که چه قسمتی در واقع از مغز تو این راستاها در این جابجایی ها فعال میشه. ببینید ما در مورد این روند که مطرح هست، اول خود مغز انسان رو با نخستیسانان و بقیه مقایسه بکنیم. از نظر فرگشت یا تکاملی ابتدا مغز خزندگان رو داریم که در واقع عملکردهای حیاتی رو بر عهده داره و عملکردهای جنگ طلبی. این رو دکتر روجر اسپری که برنده جایزه نوبل در اواخر دهه 70 میلادی هستند و به همین خاطر و کشفشون جایزه نوبل دریافت کردند، در واقع مطرح کردند که شامل بسل النخاع هست و یک کلیاتی از ساقه مغز خدمتتون که عرض کنم و رفتارهایی مثل خشم و مثل در تملک طلبی و حمله به افراد جدید، حمله به افکار جدید، حمله به در واقع بیگانه‌ای که وارد سرزمین شما شده، اینها رو مثلا شما به راحتی در کروکودیل ها، مارمولک ها، مارها میبینید و به طور کلی در این بین خزندگان این رفتارهای اجتماعی به اون معنا میبینید وجود نداره. مرحله بعد مغز پستانداران هست که پیشرفته تر هست و رفتارهای اجتماعی در واقع درش دیده میشه و خب حضور شما که عرض میکنم چیزی که از این بابت مطرح هست اینه که خب یه رویکرد اجتماعی در بین این پستانداران دیده میشه و در واقع در مورد متعالی ترین پستانداران، البته دلفین اجازه بدید کنار بگذارم که یه مرکز تکلم پیشرفته داره و یک فرایندهایی که در واقع حتی میشه به اسکیو هم، مثلا یه دلفینی که فداکاری میکنه برای یک جمع درشون دیده شده و در بین پریمات ها، نخستیسان ها که بررسی شدن، در واقع در دانشگاه ییل مغز 4 گونه اصلی نخستیسانان رو بررسی کردن و دیدن که قشر پیشانی یا پرفرونتال کورتکس یا PFC خدمتتون عرض می‌شود که در پریمات‌های عالی با پستانداران تفاوت میکنه و اینها با کمک توالیابی RNA که استاد درش در واقع صاحب نظر هستن این رو محاسبه کردن. بعد دیدن قسمت دورسولاترال از این در واقع PFC یا پرفرونتال کورتکس، در واقع پره به معنی پیش، فرونتال پیشانی، کورتکس یعنی قشر، در مغز در واقع سلول های میکروگلیا ها وجود دارند که خاص مغز ما هست. اول اینا رو سیستم ایمنی فرض کردن، بعد متوجه شدن که اینها نقش حفظ و نگهداری از مغز رو بر عهده دارن. بعد دیدن که در کسانی که سکته مغزی کردن و با تکنیک هایی مثل میوزیک تراپی، موسیقی درمانی هدفمند در واقع قرار گرفتن به عنوان یک عامل مداخله‌ای، این میکروگلیه ها قدرت تبدیل به نورون هم پیدا میکنن یا حتی در واقع سیناپسایی ایجاد میکنن که راههای قبلی مجدد برمیگرده و در این راستا خیلی حائز اهمیت هست که اشاره بکنم که در حال حاضر فرق ما از نظر ژنومی توی این قسمت در واقع
بیان ژن FOXP2 هست. در نظر بگیرید که این ژن FOXP2 خاصیت اپیژنتیکی فوق‌العاده قوی داره. اگه بیان این ژن توسط خاطرات هولناک و آسیب زننده مثلا قحطی در دوره کودکی به اشکال بخوره، ما دیسپراکسی کلامی خواهیم داشت و اون فرد قادر به مهارت‌های زبانی و یا انتقال درست و صحیح گفتاریش نیست. خب این از بابت در واقع خصوصیات منحصر به فرد مغز. بعد تصور بفرمایید که اگر که قرار باشه که این سه تا مغز که در جمجمه و تحت محافظت وجود داره و مغز دوم که در واقع ناحیه قلب ما هست، من این رو الان جاش نیست، ولی در واقع شبکه‌های نورونی و اتصالات سیناپتیک فوق‌العاده زیادی نزدیک به تعداد مغز، در واقع تعدادی که در مغز وجود داره درش دیده شدن و دیده شده که خود میدان انرژیایی مغز در حقیقت تحت تأثیر میدان قلب هم قرار داره، چیزی که شاعرای ما هم میگفتن. و البته یه مغز دیگر هم که در سیستم گوارش و اتصالات سیناپتیک مربوط به سیستم گوارش هست و در حد نانو داره سلول‌های روده و سیستم گوارش رو کنترل میکنه. اینها اتصالاتی با هم دارن که هنوز ناشناخته هست و در واقع هر روز که میگذره یک انتقال دهنده عصبی جدید، یک نوروترانسمیتر جدید کشف میشه که قبلا مثلا تصور میکردن که فقط مثلا یه مینرال خاص یا یه اسید آمینه خاصه است و من بعد از اون حضورتون عرض کنم که این فرایند ایجاد یک سایبورگ، پس بنابراین از نظر زمانی باهاش خیلی فاصله داریم، ولی میتونه روزی برسه که به روش مافیا بازی مثلا انسان ها بشینن بینشون هم مثلا یه سایبورگی وجود داشته باشه و حالا مثلا اون سایبورگ رو بخوان شناسایی بکنن. بله، روش های وجود داره، همونطور که عرض کردم سایبورگ مثلا SQ یا spiritual quotient نداره و خارج از چارچوب ها و تعاریفی که براش وجود داره نمیتونه عمل بکنه و این فرایندی هستش که مربوط هست به انسان. بسیار متشکرم، ممنونم. هرچند بعد اضافه کنم که میتوان از دیدگاه‌های دیگه‌ای هم به ماجرا نگاه کرد، اما تا حدودی میشه گفت ماشین 100% هیچ وقت نخواهد جای انسان رو بگیره، اما شاید کلا بخواد بشریت رو بر بندازه. این بحث دیگه ایه. خیلی متشکرم ازتون استاد. این سوال رو به صورت اشتراکی از هر دو عزیز بزرگوار، هر دو استاد و سرور میپرسم و به نوعی استاد حسن ختام برنامه حساب میشه. به طور کلی علم، به طور کلی و به خصوص علم پزشکی و ژنتیک، آیا با این روندی که در پیش گرفتن به بهبود وضع انسان میرسن یا نه؟ با پروژه های متحورانه‌ای که دارن برای بشر، اونها خودشون به بلایی به گردن بشر تبدیل میشن. مثلا ما نمونه‌هایی از نویسندگان داریم مثل آدولف هاکسلی که فکر میکنم دنیای قشنگ مامانی رو نوشته بود که انسان‌ها کشت میشن. انسان‌های آلفا داریم، انسان‌های بتا داریم، انسان‌های برده داریم. شما آینده این علوم رو، اصلا کلاً علوم و این دو رشته رو چطور میبینید؟ در تایید فرمایشات شما استاد که فرمودن، من چند تا نکته رو بگم خدمتتون. اولا یه خاطری دارم، از حدود 7-8 سال پیش یک جراح ایتالیایی آمد عنوان کرد که من به زودی یک سر
شخص دیگری که مرده به بدن یه نفر دیگه که سرش متلاشی شده اونو جایگزین میکنن. بنده در مورد اون برداشتم اولا از نکات اخلاقیش نوشتم که این چقدر مشکلات اخلاقی خواهد داشت و بعد اینکه اصلا همچی چیزی اتفاق نمیفته، چون که شما فکر کنید این فقط بله رگ‌ها رو وصل میکنه، اعصاب رو وصل میکنه. شما فکر بفرمایید یک مغزی که اونجا در خاطراتش حفظ کرده که دستای من اینقدر درازه، پام اینقدر درازه و این چطور یه با انواع بدن جدید خودش باید کنار بیاد. اگه اون چپ دست بوده، حالا این شخص راست دسته، نمیدونه با خودش چی کار کنه و بعد اطرافیان خودش نمیشناسه. این اطرافیان مثلا اینو میشناسن ولی این با اون مغز جدید خاله و عمودی خودش تشخیص نمیده و بسیار با بدن خودش بیگانه است با قسمت‌های مختلف بدن. این امکان پذیر نیست و خیلی غیر اخلاقی است. ببینید الان اشاره هایم شد، ما در علوم دیگه صحبت از علوم مجرد نمی کنیم بلکه کانورجنس آف ساینس، همگرایی علومه. این جهان داره رو این پیش میره. انواعش فرمودن، شما هم سوال کردید. من یک نمونه خاصی از اون بگم. یک به اصطلاح نگریشه، این نه رشته تخصصی، نگریشی به نام انبیکس. انبیکس سال حدود 2001 بود در آمریکا شروع شد و علامت اختصاری چند تا علمه. N شمال نانو تکنولوژی، B شمال بایو تکنولوژی and genetics، آیش مال اینفورمیشن تکنولوژی و کامپیوتر هست و C مال کاگنیتیو ساینسز هست، درست؟ آخرش هم S یعنی سوسایتی. ببینید این علوم چه شکل با همدیگه عمل میکنن بدون که ما متوجه بشیم. ما نمیفهمیم اینا با هم قاطی شدن ولی علوم جدیدی و کاربردهای جدیدی به وجود میارن. در مورد فرمودن سلول ها، بله شما فکر کنید وقتی کسی انفارکتوس میکنه، حالا انفارکتوس همیشه انقدر بزرگ نیست که جا به جا طرف بمیره. انفارکتوس کوچیک کوچیک یعنی همچین قلبی رو من داشتم در اتاق چه عمل بوده چه در عرض کنم که سالن تشریح بوده. قلب رو نگاه میکنید در جاهایی اون مایچه قرمز دیگه نیست، یه جای خونمردگی های کوچیک کوچیکی داره، درست؟ حالا اگه این خونمردگی ها زیاد باشن در واقع خونمردگی نیست، خون بهشون نرسیده. خب اگه بخواد تکرار زیاد شده باشه، هر اتکای کوچیک داشته باشه که ما داریم بعضا و متوجه نمیشیم، اینا جمع میشن بعد یک چیز نهایی. جالب این که سلولای دیگه میان جای اونا رو میگیرن، سلولای دیگه اون چیز رو قبول میکنن، انجام میدن بشه. این همین مثلا برای اعصاب وجود داره. چه قسمتی از مغز که از کار بیفته در از مدت کوتاهی سلولای دیگه، مثال کسی یک سکته مغزی کرده، یه طرف بدنش لمس شده، بعد از مدتی میبینیم دوباره این راه میفته. خب اگه اون که اون قسمتی که از بین رفته، پس چطور این دوباره دست راه میفته کار میکنه؟ میگن فیزیوتراپی. تنها فیزیوتراپی نیست، اونجا هم باید سلول های دیگر مغزی بیان جای اون سلول رو قرار بگیرن که دوباره دستکار را بیفته. و نه تنها اون، حتی اگر یک عصب بریده شده باشه، جالبه که این عصب دوباره خودش میسازه، سلولای مختلفی عصب دوباره بلند میشه، طولانی میشه. در مورد جانورای دیگه خیلی میبینید دمش میبرن، دم در میاره دوباره اینا. خب در مورد انسان این قد نیست، ولی سلول ها میبینید خودشون تکرار میکنن، خودشون میسازن. در مورد تکامل مغز فرمودید، چه از اولین انسان نماها و بعد نئاندرتال ها و انسان مثلا هوشمند. بعد عرض کنم تکامل مغز رو بعضی فکر میکنم فقط در حجم مغز، در حالی که اینطور نیست. مثلا انسان هوشمند اولیه یا انسان نئاندرتال اون حجم مغزش از انسان امروزی بیشتر بوده، حجمش، کلش بزرگتر بوده، ولی شعور و تمام احساسات و فهم و کار دیگه حاصل چند تا چیزه که براتون گفته باشم. یکی حجم مغز،
یکی دیگه وزن مغزه. یعنی شما فکر کنید یکی دیگه حجم مغز زیاده ولی میشون کله پوکه. یعنی مثل یه دونه فرض کنید چیز میمونه تو خالی، مثل یه دونه آلزایمر. حالا اونم هست ولی از اون اول یه دونه گردوش هست ظاهرا حجمش، اما توش نگاه میکنید چیزی نداره یا چروکیدن. پس چقدر وزن مهمه. بعد سطح مغزه. شما سطح مغز این که چیز داره وقتی بازش بکنید یه سطح بزرگی میگیره. سطح مغز هم مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه سلول‌های اعصاب میرن به اونجا ختم میشن. به کجا ختم میشن؟ به اون لایه خاکستریش، به اونجا ختم میشن. پس سطح مغز برای اون لایه خاکستری مهمه. درست؟ بعد میاد به عرض کنم که نقاط مختلف مغزی، یعنی منهای اون بافت سفید و بافت خاکستری. خب ما نقطه های مختلفی هم داریم در داخل مغز که اونها فرمان های مختلفی میدن، جای کارهای مختلفی. به همین لحاظ مثلا فرض کنید یک کسی حراف بسیار خوبی هست برای اون قسمت از مغز رشد داره، اما مثلا فرض کنید که ذوق هنری نداره، یا یک کسی ذوق هنریش بالاست ولی فکر زیاد چیز نمیتونه بگه. این نقاط فکر مختلف بازم هستن متفاوت. و آخرش هم همون لایه خاکستری است که اون لایه خاکستری حالا چه حجمی داشته باشه. عرض آخر بنده در این مورد که بخوام نتیجه بگیرم، بخش پیشانی است که فرمودیم. برای یکی از بزرگترین شاخصهای انسان جدید رشد این بخش پیشانی است. اونایی که پیشانی تا انسان همین آخری انسان ها که ما بوده باشیم 80 تا 100,000 سال پیش، این پیشانی عقب بود. یعنی وقتی نیم صورت نگاه میکردید این پیشانی عقب بود. این بخش فرونتال، بخش پیشانی نبود زیاد. این جای خیلی مهمیه. این جایی است که ایموشنال اینتلیجنس توش قرار داره، یعنی هوش هیجانی همینجا هست. خیلی کسا مثلا به نظر میاد این هوش خاصی نداره. یه داستان مشهوری است از ادیسون رو از مدرسه بیرونش کردن و بعد که این به درد نمیخوره، به درد هیچ کاری نمیخوره، مادرش آورد و هیچ مدرسه نذاشت. بعد این اومد نمیدونم 50-60 اختراعات کرد، از جمله همین برقی که ما داریم استفاده میکنیم. بعد یه روزی به مادرش گفت خب مادر اون نامه توش چی نوشته بود؟ گفت چیزی نیست، حالا بگذاریم. گفت نه خواهش میکنم بگم نامه چی بود؟ بیار ببینم. مادرش اون نامه رو خوند. اون مدیر مدرسه این پسرت یه آدم بچه خنگی به درد هیچ کاری نمیخوره. برای اینکه اون هوش حفظیات فکر کرده بود. این حفظ نمیتونه بکنه. لذا من شخصا رو حفظیات اصلا تکیه ندارم. اون هوش هیجانی ایموشنال اینتلیجنسش بالا بوده. این همه اختراع کرد ولی حفظیاتش نبوده. شاید یه شعر نتونه حفظ کنه. یه کسی شاید تمام قرآن کریم رو حفظ باشه اما با چند تا جمله دقیق اون عمل نمیکنه. به نام خداوند بخشنده بسم الله الرحمن الرحیم شو عمل نمیکنه، تمام قرآن حفظه. ببینید اون این قسمت مغز از این لحاظ چیز. و اما سوال خود شما که فرمودید که اگه اشتباه نکنم فرمودید که آینده علم کلاً به نفع وضعیت بشر یا با این پروژه‌ای که در پیش گرفته به ضرر بشر ختم میشه؟ ببینید هم که عرض کردم انقدر این پروژه ها، انقدر این دستاوردها زیاد میشن که تأثیر طبیعت رو از ما بر میدارن، بلکه انسان ها اصلا تغییر طبیعت رو تغییر میدن و در نتیجه خودشون حاصل اون چیز میشن و اون وقتی که ممکنه مسائل که هست مسائل اخلاقی توش باشه و باعث از بین رفتن بشریت بشن. ما الان علم زیادی نداریم. شما فکر کنید که با همین شتابی که داریم پیش میریم تمام تفاوت و اتفاقاتی که داره میفته فکر کنید 100 سال دیگه چه خواهد شد؟
فکر کنید 200 سال دیگه چه چیزایی کشف میشه که اصلا نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیشناسیم اونا. مگر انسان مثلا 40 سال پیش خبر از هوش مصنوعی داشت؟ یعنی از هر کس بپرسن نمیتونه بگه در 100 سال دیگه چه اتفاقاتی خواهد بود، چه انسان چه بلاهایی بر سر خودش خواهد بود و بر سر محیط زیست میاره که اون دوباره برای این ایجاد بکنه. واقعا اگه کسی بخواد بگه در واقع مثل فیلم‌های ساینس فیکشن که من بگم یه همچین چیزی اتفاق میتونه بیفته. البته اشاره بکنم همین فیلم‌های ساینس فیکشن یا فیلم‌های مثلا علمی که ما می‌دیدیم، این فیلم‌ها رو یه آدم معمولی فیلمساز ننوشته بود. تمام نکات اینو دانشمندانی روشن تو رشته کار میکردن. من خودم یادم میاد دقیقاً قبل از که برم مثلا خارج 80 سال پیش بکنم، الان بنده 86 سالم، 80 سال پیش من میرفتم میدم که داره فیلمای از کره مریخ پخش میکنه، از کره ماه پخش میکنه، اینجوری انسان ها اونجا پیاده میشن و واقعا حدود 70-80% از اون اتفاقاتی که اونجا به فیلم نشون میداد اتفاق افتاد. برای اینکه نویسنده معمولی نبود یا آدم معمولی بشینه فیلم نامه بنویسه، بلکه متفکرای دانشگاهی بودن. ولی الان واقعا من یک کتاب ناقابلی داره تهیه میشه، بخش آخرش هست جهان آینده، انسان آینده. یه چیزی بوده 20 صفحه این هست و چه فرضیاتی وجود داره و من نمیتونم بگم کدوم یکی از این و هم متناقضن، کدوم یکی از این فرضیات اتفاق میفته. خیلی اتفاقات هست که میتونه اون تصور وضعیت به هم بزنه. آیا واقعا مثلا این گرمای کره زمین با این شدت که پیش میره، بله 30 سال 40 سال پیش هم 30,000 سال 40,000 پیش مسلما سیبری یخزده نبود، یه جنگل بسیار خوب بود. بعضی از انسان هم رفتن اونجا و انسان دنیسووا برگشتن اینا. بله، ولی این یخ آب میشه دوباره و مثلا این بدون برگرد آفریقا دوباره یک جنگل بسیار عالی خواهد شد. من نمیدونم تو اون دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یعنی اینا اون چیزی است که نمیشه پیش بینی کرد بر اساس اون چه رویداد خواهد شد. ولی اگر حاکمیت اخلاقیات، آره یک کسی اخلاقیات به عنوان علم اخلاق قبول داره، یک کسی هم به عنوان باورهای دینی و اصلا که مذهبی خودش قبول داره، اگر اینها نباشن تمام علوم خطرزا هستن. تمام هر علم هر چقدر پیش میره خطراتش بیشتر میشه. علمهای دیگه باید بیان که خطرات اون علمهای قبلی رو خنثی بکنه. بسیار متشکرم. دکتر نظر شما در مورد آینده علم چی؟ خب عرض کردم که هم فرصت ها بسیار هست و هم تهدیدها بیشمار و من در واقع عرض بکنم با پیشرفت دانش اپیژنتیک و کشف بیش از 1000 نوع میکرو RNA که اینها در ژنتیک ما وجود دارند و میتونند در واقع بیان ژن اکسپرژن رو کنترل بکنند و بسیاری از بیماری ها با این در واقع روش که بسیار جدید هست و موضوع جایزه نوبل 2024 بوده و از البته تحقیقش از 1980 آغاز شده و اتفاقا این میکرو RNA ها یکی از چیزایی که در واقع کمک کرد بحث RNA ویروسی به نام کووید 19 بود که تا یه حدودی این علم رو جلو برد. کار ندارم، پس بنابراین کووید 19 همون بیماری کرونا در واقع یه شوکی به جامعه پزشکی وارد کرد، یک سری کشف‌ها رو سبب شد
ولیکن در واقع تهدیدی هست که میتونه دوباره مجددا برگرده. الان در ادامه عرض میکنم. یه مثال تاریخی بزنم برای اهمیت اپیژنتیک. ببینید در مؤسسه ماکس پلانک آلمان روی دی ان آی لودویگ ون بتهوون که به حد این فرد محبوب بود، سلبریتی زمان خودش بود به قول امروزی ها، که مثلا گاهی یک تار موش رو هدیه میداد و چندین تار مو ازش به جا مونده و تحقیقی که برای یافتن منشأ استعدادهای موسیقی اون انجام دادن و با مدرن ترین تکنیک‌های توالیابی دی ان آ روی بحث هماهنگسازی و همگامسازی ضرباهنگ‌ها یا بیت سینکرونیزیشن، سینکرون کردن بیت ها. در واقع این بیت سینکرونیزیشن در واقع بر مبنای یک ژن مشخصی هست که با یک تحقیق قبلی و یک مطالعه گسترده ژنتیکی اومده بودن ارتباط ژنتیک افراد رو از طریق تشخیص دادن سر ضرب‌ها در موسیقی با کف زدن به موقع در واقع پیدا کرده بودن. اومده بودن این تحقیق رو انجام داده بودن ببینن که چه افرادی در واقع میتونن سر ضرب‌ها و گام‌ها رو به درستی تشخیص بدن. این ژن کشف شده بود. بعد نکته بسیار جالب این بوده که از نظر مشخصات ژنتیکی و خصوصا ژنی که اس بردم، در واقع این لودویگ ون بتهوون جزو دسته فروتر از افراد عادی قرار میگیره. یعنی اینکه حتی در واقع افراد عادی جامعه هم از نظر در واقع استعداد توالیابی سر ضرب‌ها و گام‌ها از ژنی که بتهوون داشت در واقع بهتر میتونستن انجام بدن طبق جبر ژنتیکی. و خب اپیژنتیک ما را از این جبر نجات داد و تونست به ما نشون بده که از طریق سلولهای آینه‌ای مغز و از طریق یک اپیژنتیک صحیح و در واقع محیطی که بتهوون درش به وجود اومد، فردی که از نظر ژنتیکی استاد در واقع بیت سینکرونیزیشن رو نداشته و اون ژن این تشخیص رو که در واقع مهمترین عامل پیشگویی کننده عملکرد موسیقایی فرد هست رو به اون حد اعلا که هیچ فروتر از افراد عادی درش کار میکرده، با در واقع اپیژنتیک و اصلاح محیط درست در واقع تونستیم این رو برگردونیم. پس بنابراین میتونیم بگیم که به عبارتی اگر که حالا ملاک‌های هوش گاردنر هم که الان در حال حاضر مطرح هست، هوش موسیقایی، من شما عرض کنم هوش ارتباط موسکولار جانکشن یا ارتباط عصبی عضلانی، اینها انسان خنگی در آینده نخواهیم داشت اگر که این کار از نظر علمی در واقع درست انجام بشه. و حضور شما که عرض کنم، کاری که میبایستی صورت بگیره بایستی امپاتی رو در جامعه ما افزایش بدیم. ببینید سیمپاتی با امپاتی خیلی فرق داره. سیمپاتی یعنی این که مادری که وقتی که ببینه بچهش تو بازار داره زار گریه میکنه، اونم بشینه تو سر خودش بزنه اونم گریه کنه، گریه بچه. ولی امپاتی یعنی این که این مادر که داره تو بازار برای خودش تفریح میکنه و خوشخوشان دست بچهش رو میکشه و میبره، خودش رو جای این بچه بگذاره، بفهمه که از دید این بچه موجودات غول‌آسایی دارن رد میشن که فقط داره چهره تکراری پاهاشون رو میبینه و در واقع این قالب امپاتی حد در گسترش پیدا بکنه. این امپاتی رو ما میتونیم
در واقع گسترشش بدیم و خدمت شما که عرض کنم از مهارت‌های هم هوش EQ و هم هوش spiritual quotient یا SQ هست که در نسل جدید درس کردم متاسفانه مقداری کاهش پیدا کرده. چیزی که استاد اشاره فرمودن بحث نوروپلاستیسیته است که در واقع سلول ها میان و آگاهانه جای همدیگر رو بر اساس الگوی مشخصی که وجود داره رو در میگیرن. این بر مبنای میادین انرژی آگاه هوشمند که فعلا میدونیم در سطح تراهرتز عمل میکنن و یک برنامه قبلی برای در واقع ارگان ها هست عمل میکنن. خیلی خلاصه عرض بکنم فناوری تراهرتز وقتی گسترش پیدا بکنه همیشه اول اختلال در بیو انرژی سلول های قلب، مثلا اگه قلب رو مثال زدیم، هست که به وجود میاد. دل شکستگی های متعدد خودش اثبات شده باعث اینفارکت های متعدد، میکرو اینفارکشن یا انفارکتوس های کوچولو کوچولو میشه و این کلمه الان وارد علم شده. و خدمت شما که عرض کنم بعد از اینکه این اختلال انرژی به وجود اومد با تکنولوژی تراهرتز میشه این رو تشخیص داد قبل از اینکه این گسترش پیدا بکنه در مرحله بعد برسه به سطح سلول و مرحله بعد که از سلول گذشت و حالا به در واقع بافت و سیستم گردش خون ضربه زد، خیلی زودتر در واقع جلوش رو گرفت. پس این یه فرصت خوب دیگه که در واقع میتونه در اختیارمون قرار بگیره. باعث افتخارمون هست خانم دکتر مونا جراحی که در این زمینه مقالات متعددی هم دارند و بنده هم به عنوان یک ایرانی بهشون افتخار میکنم. و حضور شما که عرض کنم از نظر آینده هم درسته که یه عده‌ای به نسل زد میگن نسل گیمر، فست فود خورد، نمیدونم نسل بازی‌های کامپیوتری، نمیدونم شبکه ماهواره‌ای بین و شبکه ماهواره‌ای باورکن. ولی خدمتشون عرض میکنم که تو دانی کی و از کدامین نژاد، تباری که گردون ندارد یاد. به گفته کتیبه داریوش در نقش رستم، نیزه مرد پارسی دورها رفته. فرد پارسی خیلی دور از پارس دلاوری ها کرده و اینم عرض بکنم مطابق تحقیقات ژنتیکی، چون بحث ژنتیک هست، استاد مثل کوه دماوند هستن که من احساس میکنم تکیه به کوه دماوند دارم. چیزی اگه عرض میکنم مطمئنم اصلاح میکنم. از نظر ژنوم مردم ایران از آذربایجان سرافراز بگیرید تا استان فارس در جنوب، تا خوزستان، تا نقاط مرکزی کبیری، خراسان، خدمت شما که عرض کنم ژنوم ایرانی ها بسیار به هم نزدیک و مازندران و همه جا. بله آره دوستان مازندرانی من همه جا که عرض کردم همه استان ها رو دارم عرض میکنم، به غیر از یه بارکه کوچولویی در خلیج همیشه فارس و دریای عمان که حالا مهاجران سواحیلی و آفریقایی وجود داشتند، اینها که اونم یه اقلیتی هستن که در دریای ژنوم ما خیلیشون حل شدن. ما ژن‌های بسیار مشابهی داریم و خدمتتون عرض کنم که با نیکی و قبل از همه اندیشه نیک ما میایم بیان ژن‌هامون رو به بهترین نحو ممکنه برسونیم. اگر که اشتباهی که بقیه دنیا میکنن یک سر پای شبکه‌های بی هویت و فیلم‌های بی هدف ماهواره اخبار منفی میگذرونن و بازی‌های خشن انجام میدن، ما انجام ندیم و در واقع وقت شریف عزیز خودمون رو صرف آموختن مهارت‌های جدید، صرف آموختن مثلا موسیقی، خیلی هم فرق نمیکنه که چه ریتمی باشه. وقتی که
شما با هارمونی آشنا بشید، مغزتون از خیلی از ابعاد رشد خواهد کرد. با ورزش‌های هماهنگ و استاندارد در این زمینه در واقع ما باید قومی باشیم توانمند که بارها از در واقع بحران‌های متعدد عبور کردیم. فرهنگ ما فرهنگ نوادگان چنگیز خونخوار رو در خودش حل کرد و ذوب کرد و در واقع اونها بودند که بعداً مثل گورکانیان در هند زبان فارسی پیشه گرفتن. و این شعر رو که همینجا و در این مکان پر انرژی به ذهن بنده آمد، تقدیم به همه شما عزیزان میکنم. به نام یزدان پاک، بسم الله الرحمن الرحیم. الا ای ایران دخت و پور ایران، تو از تبار موحدینی ز نسل شیران. تو دانی کی و از کدامین نژاد، تباری که گردون ندارد به یاد. در آنگاه که غرب بر خرافه بود، تمام سخنهاشان بر گزافه بود. شما ز نسل یکتا پرست بوده اید، الله و یگانه اهورا پرست بوده اید. حقوق بشر را شما نبشتید، یادگاری گران به جا گذاشتید. زندیا، بنده کمترین، زندیا با احترام به هر قوم هر نژاد، مدحی بگو ز ایرانی پاکزاد. درود بر فرزندان پاک ایران زمین که وارث نسلی والا و حماسی از رستم دستان و گردآفرید تا امثال مریم میرزاخانی ها و خانم دکتر مونا جراحی ها هستیم. متشکرم استاد. البته اضافه کنم جهانشناسی یک برنامه فارسی زبان برای تمام مردم جهانه. اگر چیزی در مورد ایرانیان میگیم مبنای نژاد پرستانه نداره. میتونستیم به هزار روش وارد این بازی هزار توی ژنتیک بشیم، اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.